امروز در مورد سرزمین شام من اینطور جستجو می کردم، یک حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخوردم که با خواندن این حدیث یک آرامشی بهم دست داد که ان شاء الله سرزمین سوریه و سرزمین شام به یاری الله سبحانه و تعالی اون خوف و هراسی که در دل بعضی از مسلمان ها هست، امکان داره جنگ داخلی بشه، امکان داره این بشه، امکان داره اون بشه، همه اینا رو برطرف کرد. و اون حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند، روایت ترمذی است از زید بن ثابت، روایت است که کنا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم نؤلف ای نجمع القرآن، قرآن رو داشتیم می نوشتیم و چیز می کردیم. ایشان فرمودن که توبا للشام. توبا یعنی خوشبختی، یعنی سعادت، یعنی پیروزی، یعنی امن و امان. فقلنا لأی ذلك یا رسول الله، چرا یا رسول الله؟ شما تصور کنید اون زمان شام فتح نشده بود هنوز، بلکه تا اطراف مدینه هم هنوز کفار بودن، غیر از مدینه جای دیگری فتح نشده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لأن ملائکة الرحمن باسطة اجنحتها علیها، به خاطری که فرشته های رحمان الله سبحانه و تعالی بالهای خود را بر روی شام گستردند. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند برای شام، اللهم بارک لشامنا، و دعا کردن که الله سبحانه و تعالی این سرزمین رو سرزمین پربرکت بگرداند. و یکی از برکت هایی که این سرزمین دارد این است که بسیاری از علمای جهان اسلام در این سرزمین تحصیل کردند. قبل از سقوط خلافت عثمانی و بعد از فتح شام در زمان سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر، ما تا امروز چه مدارس دینی، چه علمایی، چه امرایی در این سرزمین وجود داشتند و چه خدماتی به امت اسلامی انجام دادند. و در بین خود ملت سوریه هم تا امروز ما خیلی از علمای بزرگوارانی رو داریم که انشاءالله با وجود این علما و این دعوتگران و این انسانهای متقی و پرهیزگار انشاءالله که اتفاقات بدی در سوریه رخ نخواهد داد و به یاری الله سبحانه و تعالی امن و امان و ترقی و پیشرفت انشاءالله در این سرزمین برقرار خواهد شد.